نمیصرف. آقا مهدی من دوست پسرم 8 سال تو رابطه‌ام نمیاد منو بگیره. کاری نداره که یه ذره کش و غرق و روت روغن دوم اسبی، یه ذره میکس دریای مدیترانه و یه ذره از این بزن کاراش میشه. بده اگه نگرفت چی؟ نگرفت دیگه شما میتونی از این استفاده عرق نانا بدم بخوره. نه دیگه اینو چربش میکنی، همینو میکنی. داداش سایز دوست دخترم یکم کوچیکه، اذیتم. سایز بیا اینجا داداش، یه تخم سپستان دارم میدم بهت، پوک میکنی میمالی به دستات، یه ذره ماساژ بدی کارات میشه. 3 تا میشه؟ 3 تا که بستگی به ژنش داره داداش. داش مهدی مخلصم. داداش شب واسه خواهرم داره خواستگار، شربت خوب چی داری؟ شربت ببین، یه شربت زعفرون دارم، یه ذره فقط کافیه شربت تخم شربتی قاطیش کنی به همراه شاخ. بیا یه چی دیگه بدم ولش. آقا مهدی من ناخونام شکننده شده، زود میشه، یعنی چیکار کنم؟ شما صبح به صبح ناشتا یه قلوب شاش اسب نریده به همراه این ماده‌ای که میدم، حالا نمیدونم چیه، به همراه یه ذره گیشنیز قاطی عسل می‌کنی میمالی روش. کجا بمالم؟ ناخون دیگه چی بمالی؟ داداش من سر کار حقوقم کمه، کاری میتونی بکنی؟ آره بابا مشتی بیا، فلفل 4 رنگ، تخم خشخاش، ریشه جنسی به علاوه بهتانه. اینا رو چیکار می‌کنی؟ حل می‌کنی تو آب میریزی توش. تو چی؟ چای رئیس دیگه. نمیصرف. داداش من شب ویدیو گرفتم دوست دخترم پا نمیده. اسپنج فلای. کارش کنم. قطره میریزی توش کارات. تو چی؟ تو آب میباش دیگه، اونجاست که بازی شروع. چی بازی؟ خلو دختر حق داره به این. داداش مشت سوراخ. آقا میتونم عادت مانم تایمش به هم ریخته، چیکار کنم؟ خواهیمش به هم نریخته، دوست پسرت اومده ماه پیش قرص کمر برده، تبریک میگم مامان شد. شما تشریف ببر سونوگرافی روبرو برای تعیین جنسیت. آجی نظرت یه دستگاه اسپرسو بنداز من کنج مغز اسپرسو و عرق خار مریم بدین مردم.